دیگه اصلا تخت خواب گرون نخر، بلکه با لوله پولیکا راحت درستش کن. راستی یادت نره که اون قلبی رنگم قرمزش کنی، چون یه انرژی قوت قلبیه برای من. اندازه تختی که میخوای رو در نظر بگیر و بعد تقسیم بندیش کن. برای دورش بسته 4 راهه و برای وسط 5 راهه بگیر و با توجه به اندازه‌ای که در نظر گرفتی لوله پولیکاها رو برش بده و ارتفاع هم که به دلخواه هستش همون جایی که تهیه می‌کنی میتونن براتون برش بدن. به همین راحتی یه تخت خیلی مقاوم داری و میتونی کلی هم لوازم زیرش جا بدی. اگه به این نوع ترفندا و آموزش‌های کاربردی علاقه داری حتما تو کامنت ها برام بنویس ترفند تا بازم براتون بذارم. اگه مستاجری یا چند تا بچه داری و نمیخوای چند تا تختو بدی، این روش عالیه. پس این ویدیو رو برای مامان باباهای با سلیقه هم بفرست. من شکوفم و هر روز توی پیجم کلی ایده، خلاقیت و آموزش های رایگان براتون میذارم. پس با پیج من همراه باشید.